صحبت برنامه امروزه درباره نشست وزارت امور داخلی تاجیکستان است و با همکارم شهلوی گلخواجه که در آنجا بود. شهلا، وقتی فرخ در تالار صحبت میکرد واکنش به صحبت او چگونه بود؟ اهل تالار سر تکان میدادند یا چیزی میگفتند؟ بله طاهر، باید بگویم که تالار پر از مردم بود و البته در برابر روزنامه‌نگاران و کارمندان مقامات قدرتی شماره زنان و جوانان هم زیاد به نظر می رسیدند و وقتی فاروق صحبت میکرد اهل تالار با دقت به سخنان او گوش میدادند و طوری من مشاهده کردم برای مثال وقتی که این جوان در مورد صحنه قتل شدن یک نفر از سوی این گروه نقل کرد، اکثریت سر می جنباندند و معلوم بود که دهشت زده نیز بودند. اهل تالار با فاروق شریفوف سوال و جواب هم کردند. چی پرسیدند در این نشست؟ بله، وقتی فاروق حدود 1.5 ساعت قصه چگونه به سوریه رفتن و از آنجا فرار کردن را نقل کرد، سوالها نیز از تالار زیاد بودند و اهل تالار بیشتر در مورد آن میخواستند بدونند که جنگیان این گروه چقدر مبلغ میگیرند و امکان انتقال این مبلغ را به وطن دارند یا نه و یا در چه شرایطی نگهداری میشوند و عموما کیها اکثرا به دام چنین گروه ها میافتند و حتی سوال نیز هم بود که آیا فاروق چون فرار کرده است از اعضایان این گروه احساس خطر نمی کند و اما فاروق هم گفت که باوری دارد مقامات حفظی حقوق او را محافظت می کنند و در نوبت خود رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان نیز گفت که امنیت فاروق را تامین خواهند کرد. و رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان در صحبت مذکور چه گفت؟ رمضان رحیمزاده گفت تا امروز چندین زنهایی که همراه شوهرانشان در سوریه بودند و شوهرانشان کشته شدند به این نهاد مراجعت کرده برای بیرون آمدنشان از سوریه. به وزیر از آنجا بیرون آمدن با آسانی امکان نمیدهد و میگوید این گروه تروریستی آدمان مخصوص خود را دارند که طریق شبکه‌های اجتماعی جوانان را جلب میکنند و برای این مبلغ هم میگیرند. جناب رحیمزاده افزود که تاجیکستان در همکاری با مقامات روسیه چندین نفر را اشکار کرده است که به جلب جوانان و فرستادن آنها به سوریه و عراق مشغولند و به گفته وزیر چنین افراد در خود تاجیکستان نیز افشا و بازداشت شدند. فعلا یک گروه کلون تفتیشاتی از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، خدمات امنیت و همچنین از دوستان کل برای معین کردن تعداد افرادی که در سوریه با خانواده‌شان قرار دارند کار میکنند و راههای برگرداندن آنها را به وطن جستجو دارند. همچنین رمضان رحیمزاده در رابطه با افرادی که برای شرکت در جنگ‌ها به سوریه و عراق رفتند گفت که بیش از 150 پرونده جنایی باز شده است و همچنین افزود که حالا 40 خانواده از شهروندان تاجیکستان در سوریه قرار دارند. تشکر. همکارم شهلوی گلخواجه از دوشنبه صحبت میکرد. ضمن نقل کامل فاروق شریفوف را میتوانید در وبسایت azadi.org ببینید.